سلام علیکم. امروز میخواستم نظر خود را در این مسئله بیان نمایم. واقعا در زمان حساس جهان شوی ما جوانان را ضرور است که برای حفظ ارزش‌های ملی هویت ملی همان باید سعی و تلاش نماییم. اما به نظر می رسد که امروز در جانب گروه‌های تشکیلاتی تروریستی اکستریمیستی توسط جوانان علیه دولت و ملت مقصد غرضناک فکرهای پوچ بی‌معنی را استفاده برده جوانان را با یک راهی نادرست هدایت نموده ایستادند. باید در همه دور زمان ما زیرکی سیاسی خود را از دست نداده دائما در حفظ و ارزش‌های ملی همان سهم‌گذار باشیم و در بری دولت ملت خویش در سیاسی راهبرد دولت سهم‌گذار باشیم.